سلام به همگی، خیلی خوش اومدید به این بررسی تحلیلی. امروز میخوایم یه نگاه خیلی دقیق و بی‌طرفانه بندازیم به دنیای پیچیده یه گیاه خاص. گیاهی که فقط یه برگ ساده نیست، تاریخ، اقتصاد و حتی جغرافیای یه منطقه بزرگ رو کاملاً زیر و رو کرده. در مورد قات حرف میزنیم. خب آماده اید بریم تو دل ماجرا؟ پس شروع کنیم. راستش برای شروع فقط میخوام به این عدد خیره کننده فکر کنید. 14.6 میلیون. تو یمن هر روز 14.6 میلیون ساعت کاری فقط و فقط به خاطر جویدن قات دود میشه و میره هوا. باورتون میشه؟ این یعنی ما اصلا با یه عادت کوچیک طرف نیستیم. داریم درباره یه غول اقتصادی و اجتماعی حرف میزنیم که سبک زندگی میلیون ها نفر رو کاملا قبضه کرده. خب بیایید ببینیم اصلا مسیرمون چیه. اول میریم سراغ ماهیت خود قات و تاریخچه عجیبش که از عرفان شروع شد و رسید به یه عادت روزمره. بعدش فاجعه آب و اقتصاد رو بررسی می‌کنیم، نگاهی میندازیم به ترکیبات شیمیایی و اثراتش روی سلامتی، می‌بینیم قانون تو دنیا باش چطوری برخورد می‌کنه و در نهایت میرسیم به تلاش‌هایی که برای ریشه‌کنی اون انجام شده. خیلی خوب، بخش اول، ماهیت قات. ببینید راز قدرت این گیاه تو یک کلمه خلاصه میشه: کاتینون. این در واقع یه ماده فعال تو برگای قات هست که دقیقاً مثل محرک‌های آمفتامینی عمل میکنه. یعنی چی؟ یعنی همون چیزیه که به مصرف کننده یهو احساس سرخوشی، هوشیاری و البته بی‌اشتهایی شدید میده. اتفاقاً به خاطر همین ترکیباته که سازمان بهداشت جهانی سالها پیش اومد و قات رو تو دسته مواد مضر و اعتیادآور طبقه بندی کرد. حالا یه نکته‌ای که واقعاً دربارش جالبه این مسابقه‌ایه که با زمان داره. کاتچونون به شدت قویه اما فقط تو برگای تازه. به محض اینکه برگا چیده میشن ساعت شنی برمیگرده. تو کمتر از 48 ساعت این ماده شیمیایی تجزیه میشه و تبدیل میشه به یه ماده خیلی ضعیف‌تر به اسم کاتچین. دقیقاً واسه همینه که قاطع باید با سرعت نور حمل بشه و تا تازه است مصرف بشه. میرسیم به بخش دوم، تاریخچه قات از عرفان تا عادت. این خط زمانی رو که نگاه کنید میبینید داستان چقدر عجیبه. تو مصر باستان از این گیاه واسه رسیدن به سری تجربیات ماورایی و الهی استفاده میکردن. حتی صوفیان هم برای بیدار موندن تو شب زنده‌داری‌ها و احساس نزدیکی به خدا ازش کمک میگرفتن. بعدش تو قرن 11 ابولیحان بیرونی خودمون این گیاه رو مستند کرد. قرنها گذشت تا اینکه وارد یمن شد و جالبه بدونید سال 1856 حتی چارلز دیکنز هم دربارش نوشت و اون رو با یه چای سبز خیلی غلیظ مقایسه کرد. بخش سوم، فاجعه آب و اقتصاد. این نمودار دقیقاً عمق فاجعه رو بهمون نشون میده. یمن کشوریه که همین الانشم به شدت با بحران کم‌آبی دست و پنجه نرم میکنه. اما باورتون میشه 40% از کل همین آب محدود فقط و فقط توسط این یک دونه گیاه بلیده میشه؟ این واقعاً ترسناکه. برای اینکه قضیه رو بهتر درک کنید فقط به این عدد فکر کنید. 500 لیتر. تولید فقط یه بسته کوچیک قات 500 لیتر آب مصرف میکنه. این حجم از مصرف بیرویه باعث شده دانشمندا هشدار بدن که ممکنه صنعا به زودی تبدیل بشه به اولین پایتختی تو کل کره زمین که آبش کاملاً و برای همیشه خشک میشه. از اون طرف خب تجارت قات روزی 12 میلیون دلار پول توشه. کشاورزا هم که دیدن سود تو این کاره رفتن سراغش. نتیجهش چی شد؟ زمین‌هایی که یه زمانی بهترین قهوه دنیا رو میدادن الان شدن مزرعه قات. کشوری که یه زمانی تو تولید غذا خودکفا بود الان مجبور شده 80% از غذای خودش رو از خارج وارد کنه. یه چرخه واقعاً ویرانگر. این نقل قولی که میبینید فلج شدن جامعه رو خیلی خوب توصیف میکنه. تا ساعت 2 بعد از ظهر چرخهای کار تو یمن از حرکت می‌ایستن. عملاً بعد از ظهرها کل کشور تعطیل میشه. تازه با وجود بیکاری بالا، خانواده‌های یمنی یه چیزی حدود 17% از کل درآمدشون رو فقط خرج همین یه عادت میکنن. میرسیم به بخش چهارم، شیمی و اثرات سلامتی. از نظر پزشکی بخوایم نگاه کنیم، خب ماجرا دو رخ داره. اولش مصرف کننده یه موج انرژی 1-2 ساعته تا نهایتاً 3 ساعته میگیره. ولی امان از وقتی که اثرش بپره، بدن به شدت تحلیل میشه و خسته میشه.
مصرف مداومش عوارض سنگینی داره، از بیخوابی و فشار خون بالا گرفته تا خطر سکته قلبی ناگهانی و حتی تومورهای دهانی. تازه به شدت هم اشتها رو کور میکنه که خودش باعث سوء تغذیه میشه. خب بخش پنجم، قات از نگاه قانون. بیایید یه نگاه به این تضاد عجیب تو سطح دنیا بندازیم. تو کشورهایی مثل یمن، اتیوپی و کلاً شاخ آفریقا، مصرف قات یه بخش کاملاً عادی از فرهنگشونه و کاملاً هم قانونیه. اما همونطور که می‌بینید، تو کشورهای غربی و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل عربستان و امارات، این گیاه به شدت ممنوعه و مجازات‌های سنگینی برای قاچاقش وجود داره. یه بام و دو هوای واقعی. و در نهایت بخش ششم، تلاش‌ها برای ریشه‌کنی و نگاه به آینده. جالبه بدونید که این مقاومت دقیقاً از دل خود مردم شروع شد. فعالهای جوانی مثل هندل اریانی اومدن تو شبکه‌های اجتماعی طوفان به پا کردن. همه چیز از کمپین روز بدون قات شروع شد، بعدش رسید به ادارات دولتی بدون قات. کار کشید به اعتراض جلوی پارلمان و در نهایت انقدر فشار آوردن که تو کنفرانس گفتگوی ملی یمن استراتژی کاهش تدریجی مصرف قات رسما وارد پیشنویس قانون اساسی شد. البته خب این مسیر اصلاً هم هموار نبوده. قانونگذارها و پارلمان بارها جلوی این قوانین ایستادن و ردشون کردن. اگر بخوایم کاملاً بی‌طرفانه به قضیه نگاه کنیم، دلیلش اینه که خیلی از رهبران قبایل و سیاستمدارها خودشون زمیندارهای بزرگ قات هستن. سود این تجارت براشون اونقدر زیاده که در برابر هر تغییری مقاومت میکنن و سفت و سخت پشت این گیاه که بهش میگن طلای سبز وایسادن. اما نکته کلیدی و واقعاً الهام بخش اینجاست که با وجود همه این موانع سیاسی، مردم خودشون آستین بالا زدن. مثلا تو منطقه مناخه، مردم بیش از 325,000 درخت قات رو با دستای خودشون از ریشه در آوردن. حدس بزنید جاش چی کاشتن؟ قهوه و بادام. اونا دارن تلاش میکنن تا اون میراث کشاورزی اصیل و واقعی خودشون رو دوباره زنده کنن. و خب همه اینا ما رو میرسونه به یه سوال حیاتی، در حالی که خواسته های نسل جوان برای تغییر داره هر روز بلندتر میشه و از اون طرف صدای تیک تیک ساعت خشک شدن سفره‌های آب زیرزمینی به گوش میرسه، آیا بالاخره روزی میرسه که آب این طلای سبز برای همیشه ته بکشه؟ خیلی ممنون که تو این بررسی تحلیلی همراه من بودید.